سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. خواهد دوچرخه رو ورزش نشوندیم. الان میره تو پاقب تریکی باید این دوچرخه رو درست کنه. میخوام دوچرخه بکنم که الان عکسش هم دوستان واسه تو Run to me, confess your love, at least just say confess your love, at least say درمون برای سرویس میشه، میخوایم اینو واق کنیم تا بتونیم اینو در بیاریم، چون دوچرخه‌هایی که هستن تک ترمز ترمز عقب میخوام هیدرولیک کنم اگه بشه داشته باشن تک ترمز هیدرولیک کم تن خب بریم DJ Amin. خب لا بیا بیرون. خب نم از این نم از این اصلا بریم ندیدیم چه. خب الان باید چیکار کنیم؟ اینو باید یه باز کنیم، سیمه رو قطع کنیم، این سیمه رو از این زیر بکشیم چون سیمه رو به این تنه در بیاریم، دهنمون رو سرویس کنیم خودمون رو. آره کجا رفتیم؟ این الان رفته تا اون ته. الان یه چیزی جام خوره. آره جام خورده باید چه بار شده ولی تو موز نداره. بلند شده؟ آره خدایی این دنگش میکنه. خب الان این آچه من خود نمیخورم خیلی اینو نگاه کن. فیلم بردار اینجا این که داری میبینید اینو ما هر جوری کردیم باز نشون، حتی سر این هم شکست کنم پیچ گوشتی حالا سر این پیش گوشتی شکسته کردم تو این چهان تق رفت افغانستان رفت. آی بعد این دیسکو چون دیسک عقبم موقع خورده، این دیسک جلوه به نظرم عقب لنتای این هم عوض کنم، لنتای جلو بودم. ترمز جلو خدای خیلی خوب بود به خاطر اینکه سبک‌ترم جلو وزن زیادی روش نشده بود. نه ولی خوب تا موقع که هیدرولیک کنیم این کارو میکنیم. این هم به جای چیز بسته میدم اینجا که بزن باشه اینا رو باز کنم. DJ Amin. شکسته کنیم او شکسته اینجوری بوده رفته میشه اجدادش. خب الان باید اینجوری رو بابا میتونیم کار دیگه هم بکنیم، سیمه رو قطع کنیم اینو نمایش بذاریم. آره دیگه اینو بزنیم باشه ولی من میخوام سبک سازی بشه نمیذاریم بمون. پس اینو باید کاری بکنیم. بریم فردا میدیم به همون یارو. خب باز کن دلا نداری بیجوشتی؟ بابا نمیره نگاه کن اصلا باز نمیشه. بیجوشتی که سایزمون نداره. فردا برام میدم دوچرخه سازه باز نمیشه. آقا هرز میشه. این سیمو قطع کنیم. سیمو رو چجوری قطع کنیم؟ مادر قطعش کجا؟ نور بگی، درست نور بگی. الان خراب میشه. درست نور بگی. اینو میتونیم اینو باز کنیم دیگه. چرا؟ مادرت آلن نهاری؟ آلن نمیخوره که آلن داشت
هیچه باز شد چرخی؟ نه چرخی کدوم خدای بستیم؟ چرخی؟ چرخی. یه دو باز شد خب بعد که دهن ما سرویس شد این باز شد اونم باز میشه. اونم باز میشه ولی خود دهن ما اجابت ای رفت دستم این؟ نه بابا این بغلش چجوری الان ما اینو در بیاریم توی خاک توی سره سرو نگاه بده من اینو ماشی در میادتون واسه مشکیه بکش دیگه با هم دیگه کجاسی تنست بیا بیرون دیدیم کلن در دین دیرین دیرین آجا با ترمز کلن باز شد همین کلی وزیم کرد ببینم دنده میده با دنده اتومات میدی ببینم آجا چقدر سبک شد چی دو چرخه این باز شد خیلی سنگینه بیشتر قدش اینه همون دیگه دوتا هم هست میگی دسته چقدر وزنه داره همون دیگه دوتا با هم اون ورم هستش اوه حاجی همونه که دو چرخ بری زیر خوب این الان دیگه باید واسه خودش تکون بخوره بازم تکون نمیخوره یعنی چی اینو باید باز کنیم تا بتونیم من میخوام اینو بندازم دور اینو باید باز کنم آره بیا زور بزن بیا آره بیا اینو یه تستی بکنیم اینو باز کردیم بعد لنتاین رو در بیاریم بندازیم اینجا لنتاین خب باش میدازم مشتا با قطعش کن بعدش هم بکشم بگیرش آره دیریو از اینا چیزی لازم نمیخواد؟ اینا خیلی پهن‌تره انگاری نه؟ آره ولی این درست جا میره وایس وضعیت ما هم چی شد میشه سکته کرد نیست 14 دقیقه است 14 دقیقه است اشکال نداره از اون موقع 15 یوتیوب نمیگن گوه کنم یوتیوب نمیگن گوه کنم چی؟ یوتیوب نمیگه من گوه خوردم نه با ویدیوهای هستش 1000 ساعت داشت بالاست؟ چما؟
تا هم با هم میبینیم شما نرم یه راستی که تقداره یه چرخانه با چرخ جلو آره این کو سویل آره اینو پیچوندی؟ آره اینا آره پیچوندم آجی قناسه نگاه کو کره کره هر کسی نیست اینو بازش کنم این بار فقط میتونم افغانی رو کندکوری کنم تو منم مسخره من جا بره جا نره سویل مینا DJ Amin. اوی خوبه؟ تا تحت قفل قفلیه قفله میزون انگشتم اولا